بهترین زمان به خاطر سفر کردن به اون منطقه است. قطعا مردم با صفاش زیباترش کردن. بهار تماشایی در باغات پرشکوفه پارساباد مغان. مغان زیباست، با شکوفه‌دهی درختان زیباتر هم شده. منتظر دوستان از سراسر ایران عزیزمون هستیم. بله زنده باشید. 2 ماه پیش اینجا هیچی نبود، همه چیز خوش شده بود. الان به بار نشسته، گل داده و خدا رو از بابت شاکره. در فصل بهار که طبیعت رخت نو به تن می کند، گلدهی و شکوفه های درختان میوه در شماری ترین نقطه ایران در پارساباد مغان بهار را دلانگیزتر و تماشایی تر جلوه می دهد. همه جای ایران سرای من است. استان اردبیل در شمال غرب کشور من جای دیگر و دارای خاک دیگر، دارای استعداد دیگر. در شمال این استان یکی از بزرگترین باغات کم نظیر کشور وجود دارد با انواع اقسام درختان میوه، از جمله گیلاس تکدانه، یکی از منشأ و ظرفیت‌های مهم گردشگری، اکوتوریسم. چرا به ژاپن برویم برای تماشای شکوفه‌های گیلاس؟ مگر موان ما چه چیزی کم دارد؟ مگه ایران ما چه چیزی کم داره؟ ممنون. یاشاسın مغان، یاشاسın اردبیل و یاشاسın آذربایجان، یاشاسın ایران. زنده باشید. تشکر. در منطقه ما انواع باغ میوه وجود دارد، علل خصوص شلیل که به موقع به وقتش انشالله همین گل ها تبدیل میشه به شلیل آفتاب. الان بهترین فصل پارساباد گل های میوه از یه طرف و گل های کوزه هم از یه طرف. بیش از 11 نوع میوه در 130 رقم از انواع شلیل، هلو، آلو، زردآلو، گوجه سبز، فندق، گیلاس تکدانه، زیتون و بادام تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود. در این شهرستان 4700 هکتار انواع درختان میوه وجود دارد. این میوه‌جات این شهرستان دارای کیفیت و قابلیت بسیار بالایی می باشد. صحت فراوری این میوه ها نیاز شهرستان برای صنایع تبدیلی و تشمیلی ضروری می باشد. از همه سرمایه‌گذاران می خواهم که برای سرمایه‌گذاری تشریف بیاورند و ما هم برای آنها فرش قرمز پهن می کنیم برای آنها و کارهایشان را با حد اکثر شرایط تسهیل خواهیم کرد. خب در خدمت یکی از هنرمندان خوش صدای پارساباد هستیم. جناب آقای محسن آزادی برای ما از فصل بهار میخواند. Yazın evvelinde Muğan çölünde, yazın evvelinde Muğan çölünde, çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklardır, serpler dereye dize laleler, dize laleler. Laleler, 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 laleler. پارساباد در هر فصل از سال زیبایی‌های خودش داره و الان این گل‌هایی که می‌بینیم بعد از مدتی تبدیل به
میوه خواهد شد. و اینم بگم که در پارساباد برداشت میوه از اواسط اردیبهشت ماه با برداشت گوجه سبز شروع میشه و اواخر آبان ماه با برداشت فندق به پایان میرسد. خب گزارش ما از پارساباد اینقدر. امیدوارم که خوشتون بیاد. یا علی، خداحافظ. به به، چقدر حالمون خوب شد، هم با دیدن این شکوفه ها، هم با دیدن این میوه های خوشمزه و تر و تازه و هم با اون ترانه زیبایی که هموطن خوبمون خون و حالمون رو قشنگ کرد. آره، و چقدر مردم اردبیل خوش صدان، یه صدای جذاب دارن. با حس خوبی برنامه رو شروع کردیم و با همین حال خوب به پایان میرسونیم. خیلی ممنونم از همراهی همه شما رفقای جانمون.